اگه به شما نمیگفتم مثلا بعد نبود واسه اعتبارتون؟ دوباره میامدیم گفتیم در من میگفتن نه دوباره میامدیم. موبایلتون زنگ خورد جا؟ فکر کنم همین الان دیدن شما رو دنبال امضا. بدید من درستش کنم جا. مال من نیست اصلا. مال شما نیست؟ جا مال کیه موبایله؟ حاج محمود دارن 2-3 سال. بدید من درستش کنم جا. به جان اصلا برمیگردونم. بیراتی نداری. جا رئیس شورا دیگه این موبایله؟ نه دیگه اونم زیادیه. من بعد دارم بذارم کی دادم. بله. الو. سلام علیکم. قربان شما الان شبکه 3 نگاه نمی‌کنی؟ خب شما وقتی شبکه 3 داره نگاه میکنه آقا داره صحبت میکنه چجوری باید جواب شما رو بده؟ میگم حاج محمد دارم نگاه میکنم. خب الان کارتون اینقدر واجبه یعنی؟ خب 5 دقیقه دیگه زنگ بزنید من افطار گوشه بدم آقا. 5 دقیقه دیگه. میگه گوشه بدید سلام به شما. شما بی سلامتون بکن من گفتگو رو ادامه میدم. من نمیفهم یعنی چی داری؟ الو. خب آقا الان سلام رو بکنیم ما گفتگو رو ادامه بدیم. ساقل. خواهشم. سه دفعه قاسم صاحب و پولی که به درکان یک کرد. بنویسید این مورد هم تمام. گفتم اون پولی که به درکان بیار. یه قول داده پول بیاره میگه فردا بیار. این زنگ زدن بانش این شد. نه عالی بود داشتی میگم موبایل مال من نیست موبایل چیکار کنه؟ نه اینا